بینندگان محترم هم بخیر و نیکی انشالله. دعوت میکنم بیننده گفتگوی ویژه خبری امشب باشید. مستحضر هستید که امروز رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهدای امنیت اشاره کردن که شرارت 2 شب پیش رژیم صهیونیستی نباید بزرگ نمایی بشه و نه کوچک انگاری بشه و اشاره کردن که باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی به هم بخوره و باید قدرت و اراده و ابتکار ملت ایران و جوانان کشور رو به اونها بفهمانیم. راجع به این موضوع و تحلیل بیانات معظم الله در گفتگوی امشب صحبت خواهیم کرد با حضور جناب آقای دکتر بهادری جهرمی، عضو محترم هیئت علمیه دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس که خدمتتون سلام عرض می‌کنم و عرض خوش آمد دارم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. سلامت باشید. منم خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. سلامت باشید. خب اگر علاقه‌مند به دیدن گفتگوی ویژه خبری امشب هستید دعوت می‌کنم که ما را از شبکه خبر دنبال بفرمایید. خب به عنوان مقدمه بحث بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار امروز تماشا بفرمایید و بعد گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن، بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، اینم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. بسیار خوب. آقای دکتر، رهبر معظم انقلاب امروز صحبت از خطای محاسباتی رژیم کردن. اساساً این خطای کجا اتفاق افتاده؟ تعریف ما از این خطای چه است و از کجا ناشی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب خطای محاسباتی که مقام معظم رهبری فرمودن عوامل متعددی داره یا میتونه داشته باشه. من به مواردی از این اشاره میکنم. ببین، رژیم صهیونیستی از سال گذشته درگیر یک جنگی شده که آتیشش رو 70 ساله هی داره میدمه یک طرفه و به ناگهان برخلاف تصورها و تحلیلهاش که فکر میکرد در گذر زمان این غارتگری ها، این نسل کشی ها، این تجاوزها خسته میکنه ملت بزرگ فلسطین رو و اونها رو پشیمون میکنه، اونها رو منصرف میکنه از پیگیری و مطالبه حقشون، به ناگهان دید یه خطای بزرگی مرتکب شده در همون محاسباتش، مثل این خطای محاسباتی امروز، و بعد از 70 سال میبینه باز زنده تر و پویاتر از گذشته است. 1 سال تمام قد به وحشیانه ترین حالات ممکن به نوعی زن و کودک و بیمارستان، یعنی مثلا در تاریخ هم کمتر خوندیم این حد از تجاوزی که همه اصول حتی جنگی رو زیر پا بگذاره، یعنی هلال احمر رو،
دفتر سازمان ملل، خبرنگار، بیمارستان، مدرسه رو کوبید به بهانه‌های مختلف. 1 سال هم تمام قد غرب از او دفاع کرد برای اینکه به اهدافی برسه. مثلا حماس رو برای پیگیری حق ملت فلسطین متوقف کنه، مثلا حزب الله رو متوقف کنه، مثلا تجاوز زمینی. دید نتونست. با یک بحران به نوعی مشروعیت بین المللی مواجه بود که تشدید شده، با یک بحران جدی داخلی هم مواجه شد. مردم خود، یعنی کسانی که اینا جمع کردن از کشورهای مختلف بردن رو اسکان دادن در سرزمین اشغالی، خودشون رو با خودشون سوالی که آقا 1 سال شما این 10 میلیارد دلار هزینه کردید، این همه انسان کشید، این همه آبروی تزیین شده ما رو که نداشتیم بیشتر بردید، چه دستاوردی برای ما داشت؟ یک نیاز به آبروداری داخلی برای این بی آبرویی خودش بود. بعد از وعده صادق 1 و وعده صادق 2 این هیمنه پوشالی بیش از گذشته فرو پاشیده بود. یعنی این سر و صداهایی که میکردن روشن شد که ابرقدرت‌هایی مثل جمهوری اسلامی رو اگر اراده بکنن هیچ مانعی در برابر عرض بکنم که اقداماتشون نخواهد بود از سوی اونها. خب دست و پا میزنه برای اینکه یک آبروی برای خودش بین کسانی که خودش جمع کرده در اون سرزمین یا بین عرض بکنم جهان یه آبروی حداقل نظامی برای خودش بخره. خب این یکی از عوامل بسیار مهم مرتکب شدن این خطای بزرگ بود. من اسمش رو خطای بزرگ میگذارم. مثل خطای بزرگی که در کشتار زنان و کودکان در غزه میکنه، مثل خطای بزرگی که فکر میکرد خسته میشن مردم فلسطین و پیگیری حقشون رو ازش فروگذار خواهند شد یا منصرف خواهند شد، این هم یک خطای محاسباتی بود که تصور میکرد اگر حالا با حمایت این پشتیبانی عبری غربی که اتفاق افتاد، چون میدونید رژیم صهیونیستی بدون حمایت ایالات متحده و برخی کشورهای غربی کاری عملا نمیتواند انجام بدهد. این هم بسیاری اقدامات اونها از آستین رژیم صهیونیستی که اتفاق میفته تصور میکردن که اگر بتونن یه آبرویی برای خودشون بخرن، بگن ما یه پاسخی دادیم به عرض بکنم که اون اقدام متقابلی که جمهوری اسلامی در برابر ترور اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله و سرداران شهید ایرانی انجام داده رو ما مثلا بدون پاسخ نگذاشتیم، یه آبرویی برای خودشون بخرن. خب دیدیم در رسانه هم، دیدیم در مردم هم داخل، دیدیم که فعلا که در مرحله اول بی‌آبروشون کرد. یعنی هم بین خودشون زیر سوال رفتن که آقا شما پس این همه توان نظامی خودتون و غرب رو گذاشتید پشت سر در برابر یک ملت، در برابر یک کشور مستقل، تمام توانتون اینگونه شد که ما صبح عملیات می‌دیدیم در تهران مردم دارن به کارهای عادیشون در ایران ادامه میدن. از این سمت هم که جمهوری اسلامی طبیعتاً پاسخ متقابل رو به این نقض حاکمیتش دوباره خواهد داد، یعنی دوباره نقطه اول خط، یعنی دوباره این خطای محاسباتی. من برداشتم این اصلی ترین منشأ و منبعش این بوده که آبرویی بخره و باید براش هر روز مسجل‌تر بشه که این دست و پا زدن‌ها بیش از گذشته تو رو در باطلاق فرو میبره. شما معتقدی اگر رژیم دچار خطای محاسباتی نمیشد، علالقاعده، یعنی اگر درست محاسبه میکرد، اینجوری بپرسم، اگر درست محاسبه میکرد اون حمله به ایران رو نباید حتما مرتکب حمله به جمهوری اسلامی ایران نمیشد. ببین اولا که ما حضرت آقا امروز فرمودن اینی که پدافند ما خوب عمل میکند یا اینی که قدرت بازدارندگی ما به گونه‌ای است که او حتی در همین نمیدونم فضا رو رصد کردید یا نه، میگفتن خودشون بیشتر ترسیدن، یعنی اونها در پناهگاه بودن وقتی که عملیات میکرد. این باعث نمیشه که ما بگیم اونا تمام تلاششون کردن، اونا تمام تلاششون کردن، یعنی بیش از این جرأتی دیگه، همینم جرأت نداشتن، همین خطایی هم که انجام میدادن در مخفیگاه ها خودشون بودن، همین رو هم جرأت نداشتن. اینی که ملت ایران انقدر فهیم هستند متوجه میشن که 1 سال جهان درگیر جنگ است، فقط اختصاصی به غزه نداره، اختصاصی به لبنان نداره. برای همین براشون روشنه که یک همچین موجودات وحشی از ابتدا براشون روشن بوده که به غزه و لبنان متوقف نخواهند شد، جهان رو درگیر خواهند کرد با این حمایت هایی که غرب ازشون میکنه. اینی که پدافند ما خوب عمل میکنه، این دلیل نمیشه که بگیم اونها مثلا کاری نکردن یا کاری نمیتونستن بکنن یا کاری نمیخواستن بکنن. نه، کاری که حتی نمیتونستن بکنن، کاری نکردن، کاری نمیخواستن بکنن. نه، تمام توانشون رو گذاشتن وسط، تمام توانشون، فکر میکردن یه دستاوردی بهش میرسن.
فکر میکردن که میتونن یا یک آبرویی در سطح جهانی برای خودشون ایجاد بکنن، یک مشروعیتی برای اینکه امکان پاسخگویی متقابل وجود نداشته باشه، یک پذیرش داخلی در کشور خودشون، یک نگرانی در میان مردم و ملت ایران. به هیچ کدوم از این نتایج نرسیدن. این خطای، چرا میگیم خطای محاسباتی بود؟ برای اینکه به نتایجی که می‌خواستن نرسیدن، برای اینکه مثل سال گذشته، مثل 70 سال گذشته به نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسیدن. و اینکه از آقا می‌فرمایند که ما باید این رو براشون روشن کنیم، همینه که این ابعاد براشون مشخص‌تر بشه. یه بخشیش حالا غیر از قسمت حکومتی و دولتی که وارد خواهیم شد، یه بخشیش اینه که ملت‌ها از جمله ملت بزرگ ایران ابعاد این رو باید برای جهانیان هم روشن‌تر بکنن، هم به گونه‌ای بکنن که دفعه بعد اگر می‌خواست به همین به فکرش هم بخواد به سرش خطور بکنه، جرئت نکنه این فکر رو از ذهنش بندازه بیرون، بگه آقا من یه مثال می‌ذارم برای شما. بعضیا خودشون رو به دیوانه بازی میزنن که مثلا توی محله، توی مثلا مناطقی از شهر مثلا قمه کشی بکنن، یه لات بازی انجام بدن. بعضی از اوقات بعضیا حالا با بزرگمنشی رد میشن یا بعضی گونه‌ای سعی می‌کنن برخورد بکنن که تأدیب بشه. ولی کسی که با این لات درست برخورد کرده باشه، اون لاته میدونه با این شوخی نکنه، با این یکی نمیشه شوخی کرد، این دیگه حسابش هست. نحوه مواجهه باید به گونه‌ای باشه که او حتی اگه خودش رو به دیوانه بازی هم میزنه، به وحشی نمایی هم میزنه، حواسش جمع باشه که آقا من با هر جای جهان شوخی کردم، این کشور شوخی بردار نیست، این ملت شوخی بردار نیست. و بعد از این حمله خیلی‌ها در تحلیل این برآمدن که این حمله چه میزان بازدارندگی برای جمهوری اسلامی ایران تونست ایجاد بکنه یا چه میزان برای رژیم صهیونیستی. شما تحلیلتون چیه؟ ببین، من بگذارید اول از رشته خودم حقوقی تحلیل بکنم. اول این سمت رو بگیم، این حمله صرف نظر از میزان اثرگذاری که داشته، چون بالاخره میزان اثرگذاریش رو نیروهای نظامی بیشتر اشراف نسبت بهش دارن که طبیعتاً یه حجم بسیار زیادیش رو سیستم پدافندی ما مانع شده. یه بخشی هم بالاخره ما حداقل 4 شهید اعلام شد که تسلیت هم عرض می‌کنیم به خانواده هم نیروهای مسلح، هم به خانواده عزیز این 4 شهید بزرگواری که ما همین امنیت و آرامش که امروز داریم مدیون این بزرگواران هستیم و انشالله که شرمنده این بزرگواران هم نباشیم. بالاخره مشخصه که عرض بکنم که یه تجاوزی صورت گرفته، تجاوز به خاک هر سرزمینی طبق اصول حقوق بین الملل، طبق اصول مسلم حقوقی، حتما نامشروعه و حتما امکان پاسخ نسبت بهش وجود خواهد داشت. من پس این سمت ماجرا رو بگم، حتما مبنا و قاعده آن است که هر عاقلی، هر حقوقدانی در سطح جهان میپذیرد که جمهوری اسلامی نسبت به این تجاوز حق پاسخگویی دارد و طبیعتا مطالبه مردمیش هم خواهد بود که آقا نسبت به خاک سرزمین ما تجاوز نظامی صورت گرفته، پس باید پاسخی متناسب با اون تجاوز صورت گرفته پیشگیری کننده و عرض بکنم عاملی که دیگه امکان این جسارت کردن ها، بی ادبی کردن ها دوباره به ذهن نه رژیم صهیونیستی نه حامیان غربیش خطور نکنه اتفاق بیفته. من به نظرم این تیکه مهمتر از اون تیکه است که چه میزان، یعنی بخوام بریم حالا ذره بندازیم بگیم آقا این میزان این ور بیشتر بود یا اون ور بیشتر بود، این تیکه مهمترش. نکته دوم در حوزه افکار عمومی بگم، شما آثار کنشگری نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ترورهای گذشته رژیم صهیونیستی رو در وعده صادق 1 و وعده صادق 2 دیدید. یعنی رژیم صهیونیستی بیش از این سفارتخانه جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد، وعده صادق 1 اتفاق افتاد، بعد تروری رو در تهران و نسبت به سرداران نظامی در لبنان داشت، دوباره پاسخ در وعده صادق 2 اتفاق افتاد. ما میزان اثرگذاری این رو به عینه دیدیم، یعنی یه هیمنه پوشالی که ساخته شده بود. من خیلی یاد این فرمایش شهید سید حسن نصرالله میافتم که خیلی قدیم تر از این میفهم بودن که به این آیه اوهن البیوت لبیت العنکبوت، خانه عنکبوت رو مثال میزنن، میگن رژیم صهیونیستی از بیت عنکبوت هم سست‌تر است. واقعا یاد این افتادم، یعنی یه ویترین، یک مهندسی بسیار زیبا که دقت کردید چقدر این خانه عنکبوت از نظر مهندسی ساختار تصور میکنه که یه مهندسی بسیار زیبا، بسیار قوی، ولی پایه و مبنا و ریشه سسته، بنیان سسته. مهندسی هر چقدر زیبا باشه چون بنیان سسته، این به شدت سست و مخربه. این رو نمیشد خیلی راحت روشن کرد، بیان کرد
وعده صادق 1 و 2 این رو برای جهانیان روشن کرد که آقا این نمای ظاهری که ساخته شده، هیمنه پوشالی که ساخته شده، یه خانه عنکبوتی است. هر چقدر مهندسیش چه تو طراحی رسانه‌ای، چه تو طراحی افکار عمومی، چه تو طراحی به ظاهر نظامی قوی باشه، جمهوری اسلامی که شما 40-50 سال دارندگان قدرت برتر نظامی جهان تحریمش کردید، میتونه به اهدافش با دقت از 2000 کیلومتر فاصله اونجا ضربه بزنه و پاسخ لازم رو بده. اون 2 مرحله اول پاسخدهی لازم رو داشته. این مرحله هم همچنین، این مرحله هم این رو داشتم عرض کردم آقای خسروی، اون 2 مرحله پاسخش رو دیدیم. حالا شما اثر این حمله رژیم صهیونیستی ببینید. ببین من تاکید می‌کنم، نمی‌خوام اینو تخفیف کنم، او تمام تلاش رو کرد. رژیم صهیونیستی کاری نبود که بتونه بکنه و نکنه، کاری نبود که حتی کاری که جرأتش رو نداشت هم که انجام داد، چه برسه به کاری که اثرش چه شد در سطح جهانی، در سطح داخلی خودش، در سطح کشور ما. لذا من میگم اینی که حالا میزان اثرگذاری نظامیش طبیعتاً مقامات نظامی باید بیان توضیح بدن، من نه اشرافی دارم به جزئیاتش. آنچه میدانم و مسلم است این است که الحمدلله رب العالمین سیستم پدافندی جمهوری اسلامی که اینها ادعاشو داشتن که اونها سیستم های پدافندی قوی دارن، معکوس در جهان روشن شد که نه، اتفاقا جمهوری اسلامی سیستم پدافندیش از اون گنبدهای به اصطلاح آهنین رژیم صهیونیستی قوی تر عمل میکنه. این دوره از هم تفکیک کنیم. اینی که ما اقتدارمون قوی است یه حرفه، مثل من مثال بذارم با 8 سال دفاع مقدس، اینی که ما جنگ رو پیروز شدیم در دفاع مقدس یه حرفه، ما پیروز شدیم، کسی نتونید یکی وجب خوابه که اونو بگیره. ولی اینی که بعث باید پاسخگویی می‌داشت و جبران خسارت میکرد و مسئول هست نسبت به اون میشه مطالبه گری حقوقی لازم رو داشت، یه حرف دیگه است. بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه، رو خط ارتباطی ما هستن. سلام و شب بخیر آقای دکتر. تحلیل شما از واکنش کشورها نسبت به حمله اخیر رژیم صهیونیستی چه هست؟ اگر بخواید در یک جنبندی و تفکیک کشورهای غربی، عربی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی جناب خسروی عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت بینندگان محترم و عزیزتون. ببینید اتفاقی که افتاد، یعنی حمله رژیم صهیونیستی به ایران، منظورتونه که واکنش کشورهای عربی چه بود دیگه؟ بله. درست فهمیدم؟ بله، حمله رژیم صهیونیستی یعنی در از تجاوزش به حریم هوایی ایران. ببینید این اقدامی که رژیم صهیونیستی کرد یک تجاوز آشکار بود، مغایر با منشور سازمان ملل. به همین دلیل وزارت خارجه درخواست اجلاس فوری شورای امنیت رو کرده که به این موضوع بپردازن. اتفاقی که افتاد، شما اقدام رژیم صهیونیستی رو از سر قدرت نبینید. گفت یه دزدی داشت میرفت همینجور داد میزد. آقای دکتر آصفی جانم، یه لحظه بگم صدا شما قطع شد. الان صدا دارم؟ بله بفرمایید. عرض به حضور شما، نمیدونم تا کجا داشت فرمودید یه دزدی داشت فرار میکرد، بقیه‌اش رو نشیدیم. یه دزدی داشت فرار میکرد، آی دزد میکرد، دستش هم این میزد به در و دیوار. گفتم خب چرا داد میزنی؟ گفت برای اینکه دزده بترسه. گفت چرا دست تو به مش به دیوار میزنی؟ گفت خودم هم میترسم. ببینید کاری که رژیم صهیونیستی کرد به مصداق همین قصه هست. خب این اقدامی نبود که هنجارهای بین المللی اون رو بپذیره و بپسنده. واکنش ها الو، صدای شما هر از چنگاهی قطع میشه آقای دکتر، ولی الان داریم مجدد. نمیدونم من باید چیکار کنم، حتی تلفن ثابت هست دیگه. من بی تقصیرم. ببینید اقدامی که رژیم صهیونیستی کرد مغایر با هنجارهای بین المللی بود، ولی واکنش برخی از کشورها بسیار عجیب بود، مثل رژیم آمریکا، دولت انگلیس که اینها مباشر و شریک رژیم صهیونیستی بودن، یعنی اصلا بحثشون از حامی گذشته. اینها یه مواضعی داشتن در الو
بفرمایید. بله با صدا قطع شده. یه چند ثانیه اشکال نداره، شما ادامه بدین، حالا اون چند ثانیه‌اش رو از دست میدیم، ولی چون من میخوام بینندگانتون اذیت نشن. ببینید اجازه بدید من جامو عوض کنم، شاید این کمک بکنه. ببینید این اتفاقی که افتاد و تجاوزی که رژیم صهیونیستی کرد، طبیعی هستش که کشورهایی که اون رو دنبال میکردن چند دسته شدن. من سریعتر بگم که صدا باز قطع نشه. کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس که از همکارای جدی رژیم صهیونیستی بودن. آمریکا فضای عراق رو بهش داده بود، انگلیس تمام جزئیات اطلاعاتی رو بهش داده بود. اینا درخواست خویشتن‌داری کردن. درخواست خویشتن‌داریشون هم به ما برمیگشت، یعنی میگفتن رژیم اسرائیل زد، حالا دیگه شما خودداری کنید. کشورهای منطقه همه محکوم کردن این کار رو. شما کشورهای حوزه خلیج فارس رو بگیرید ببینید، تا حتی اردن و مصر و جاهای دیگه، و حتی در این اولین کشوری هم که محکوم کرد دولت مالزی بود. حتی کشوری مثل سوئیس که نه در منطقه است نه یک کشور اسلامی هست، اونم محکوم کرد. من فکر میکنم به لحاظ فضای بین المللی رژیم صهیونیستی بازنده داستان بود، چون افکار عمومی رو که از دست داده به تدریج دولت ها رو هم داره از دست میده. وقتی من میگم افکار عمومی رو از دست داده، من یه نکته رو به شما بگم. آقای فهمی هویدی حتما میشناسیدش، از نویسندگان معروف الاهرام، ستون نویس معروف مصری، سنش هم حالا نزدیک 90 سالشه. ایشون میگفت ما الان مذاهب، همین یکی دو روز پیش گفته، میگه ما مذاهب مختلف نداریم، الان ما 2 مذهب داریم، یا شما با مقاومتی یا با صهیونیستی. نگاه کنید در جهان اسلام این شکلی موضوع جا افتاده. لذا به نظرم اون اتفاقی که افتاد، دیپلماسی قوی جمهوری اسلامی و البته محق بودن جمهوری اسلامی موجب شد که تقریبا کشورها، حالا اونهایی که میتونستن با صدای بلندتر، اونهایی که نمیتونستن حالا به هر دلیلی، نگرانی از آمریکا، وابستگی به آمریکا، نیازهای مالی به آمریکا، اونها در گوشی این اقدام رو محکوم کردن. به نظر من به لحاظ دیپلماسی هم جمهوری اسلامی در این رویارویی برنده داستان بود. آقای دکتر، خب یه سوال مهم این هستش که الان رژیم خودش در چند نقطه درگیر جنگ، در شمالش با رژیم صهیونیستی، این سمت با غزه درگیره و به هر حال از اطراف مختلف این حملات به سمت رژیم داره اتفاق میفته یا او داره حمله میکنه. این ماجراجویی و باز کردن یک جبهه جدید در منطقه که به سمت ایران چرخیده، شما دلیلش رو چی میدونید؟ ببینید، شما اگه تاریخچه 75 سال رژیم صهیونیستی رو ببینید و حتی قبلتر از اون، یعنی برید به اعلامیه بالفور در سال 1917 و اینها، میبینید که بنیان رژیم صهیونیستی بر زورگویی، بر توسعه طلبی گذاشته شده. این یه نکته. وقتی شما دارید راجع به رژیم صهیونیستی صحبت میکنید، به این 1 سال نگاه نکنید، به این 2 سال نگاه نکنید، برید یه تاریخچه رو بررسی کنید، بعد اون وقت معلوم میشه که این قوم چگونه عمل میکنن. رژیم صهیونیستی، حالا این جواب سوال شما رو میدم بعد از این توضیح. رژیم صهیونیستی به چند تا چیز عادت کرده بود. یک، جنگ‌های کوتاه، جنگ کوتاه مثل جنگ 1967 علیه عراق 6 روزه تموم بشه، این یک. 2، جنگ هایی که فرسایشی نشه، علاوه بر کوتاه بودنشون فرسایشی هم نشه، و بعد در خارج از خانه به جنگه، یعنی جنگ رو بکشونه به مناطق دیگران، چون خودش کشور کوچیکه و عمق نداره. اینا از ویژگی‌های رژیم صهیونیستی بود در گذشته. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان جنگ فرسایشی شده، طولانی شده
در خود خاک رژیم اشغالگر داره اتفاق میفته. شما یادتون باشه غزه فلسطین یک کشور جدا نیست، بخشی از سرزمین های اشغالیه. حتی لبنان رو هم شما به نوعی چسبیده به اسرائیل تصور کنید و ببینید. خب حالا چون اون محاسباتش به هم ریخته، بیشتر از 70,000 آواره رو دستش مونده، بیش از 700 تا سربازش کشته شده، چند هزار مجروح شدن، بیش از 600,000 نفر مهاجرت داشته از اسرائیل که برای همیشه رفتن. توریست و ترور جهانگردیش تقریبا از بین رفته، مستاصله. ببینید من یه مصاحبه میدیدم از آقای مرشایمر که حالا میگن کیسینجر فعلی آمریکاست دیگه، از اساتید برجسته آمریکاست. ایشون تو این مصاحبهش میگه که اسرائیل در بدمخمسه‌ای گرفتار شده، مستاصل شده و بعد میگه بدتر ما رو هم گرفتار کرده، چون اسرائیل هیچ توفیقی به دست نیاورده. حالا اینکه شما میگید چرا این یه جبهه دیگه باز میکنه، برای اینکه از همه جبهه ها ناامید شده، گرفتار شده. البته هم به شما بگم رژیم صهیونیستی ادای اینو در میاره که میخواد با ما درگیر بشه. به نظرم رهبری یه جمله رو فرمودن که اون معیار و متر ما باید باشه، هم بزرگ نمایی نکنیم که داره رژیم صهیونیستی میکنه، هم کوچیک نگیریم، یعنی اونی که هست رو ببینیم بگیم. بالاخره یه صدماتی زده دیگه. بدتر از همش هم همین شهادت 5 نفر از عزیزان ما هست که جا داره به خانواده محترمشون تسلیت آدم بگه و براشون صبر و تحمل از خدا آرزو کنیم. ببینید وقتی رژیم صهیونیستی اون اهدافش رو میبینه محقق نشده، خب یه اقدام دیگه میکنه، یه اقدام دیوانوار دیگری میکنه. به هر حال گفت غریق یتشبث به کل حشیش، به هر چیزی دست میزنه، فکر میکنه یک فرضاً درگیری با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه به کشورهای، میتونه کمک کنه که کشورهای غربی در رأس اون آمریکا بیشتر کمکش کنن. شما یادتون نره در یک سال بحران غزه، جنایتی که علیه غزه کرده، رژیم صهیونیستی بر اساس آمار خود غربی ها بیش از 17 میلیارد دلار از آمریکا کمک گرفته برای یه مش آدمی که در کمتر از 400 کیلومتر مربع دارن می‌جنگن، برای جایی که بیش از 75% از منازل و ساختمون‌ها به کل تخریب شده، 40 و چند هزار نفر شهید شدن، بیش از نیمی از اونها بچه و کودک‌ها هستن. دنیای غرب اصلا هیچی نمیگه، به قولی اون شعر معروف خفته در خوابی نجنبید، یعنی اصلا بد خوابی رفتن که البته من اعتقاد دارم خواب نرفتن، خودشونو به خواب زدن چون شریک رژیم صهیونیستی هستن. تو یک جمله بخوام به فرمایش شما جواب بدم اینه که چون از همه جبهه ها ناامید شده، فکر میکنه یک جبهه دیگه میتونه فضا رو به نفعش عوض کنه. شما ببینید در جنگ 33 روزه با لبنان، ارتش اسرائیل فقط 20 تا تانک از دست داد در 33 روز. در این چند روز گذشته ارتش اسرائیل بیش از 22 تا تانک از دست داده. یعنی شرایط براش خیلی خیلی سخته، سخت‌تر از اون چیزی که میشه تصور کرد. منتها بعضی وقتا بعضی تبلیغات آدم رو به هر حال یه جوری این صحنه رو براش میسازه که آدم فکر میکنه که نه، اسرائیل خیلی بهش فشار نیامده. فشاری که الان به اسرائیلیا اومده بیشتر از فشاریه که مردم فلسطینی اومده. برای اینکه مردم فلسطینی به یه بچه فلسطینی گفتن بزرگ چی میخوای چی کاره بشی؟ گفت بچه فلسطینی بزرگ نمیشه. ببینید فضاها با هم دیگه خیلی متفاوته. متشکرم.
ممنونم آقای آصفی، سپاسگزارم. زنده باشین، شب شما مشارکتتون بخیر. در بحث امشب. شب شما بخیر. قربان شما. خدا نگهدار شما. آقای دکتر، حالا در پس این حمله و تجاوزی که اتفاق افتاد، یه عده معتقدن که خب خیلی خسارتی نداشته، خیلی چیز مهمی اتفاق نیفتاده و صرف نظر بکنیم از پاسخ. و یه عده معتقدن که نه، بالاخره حتی اگر خسارتی هم نداشته باشه، اصلا هیچ خسارتی هم که نداشته باشه، همین که نقض حریم هوایی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، اگر پاسخ درخوری داده نشه دوباره او رو دچار خطای محاسباتی خواهد کرد. شما تحلیلتون چیه؟ من اول نسبت به سوال قبلی نکته‌ای عرض بکنم، بعد بیام داخل این سوالی که آقای آصفی پرسیدید. به اصلا نباید این خطای رژیم صهیونیستی از موضع قدرت تحلیل کرد. حتما از موضع ضعف بوده. فرمودن آقای آصفی هم حتما از موضع ضعف بوده. من رژیم صهیونیستی 1 سال نه با هیچ دولتی، با یه عده جوان در غزه تحریم شده، محدود شده، بسته شده، مثلا 20 ساله، حالا 70 ساله که فلسطین اشغال شده و اینا کوچ داده شدن، 20 ساله که از هر نظر تحریم شده غزه، حدوداً 20 ساله، و یه سری جوان در حزب الله لبنان، نه دولتی در برابرش بوده، نه قدرت بین‌المللی در برابرش بوده از منظر ظاهری. جلوی اینا کم آورد، جلوی اینا نتونسته به اهدافش برسه. حتما فرمودن الغریق یتشبث بکل حشیش، هر جا دست میزنه یه چنگی میزنه و نتیجهش هم این نتیجه چنگ زدن ها این خواهد شد. اون تارعنکبوتی که عرض کردم، هیمنه تارعنکبوتی غرب رو هم، تمدن تارعنکبوتی غرب رو هم با خودش میکشه پایین، میبره زیر باطلاقی که درش گیر افتاده. باطلاقی که حالا من این استعاره رو استفاده میکنم، از خون بیگناهان ساخته شده و رژیم صهیونیستی رو در خودش خواهد فرو برد. حداقل یعنی کوچکترین اثر این جنگ این بی‌آبرویی بزرگی بودی که برای کل تمدن غرب آبرویی نمیمونه. یعنی برای نهاد بین المللی، برای غرب چه آبرویی میمونه؟ چگونه میخواد بین جلو افکار خودش نمیتونه دفاع بکنه. ناظر به سوال شما، من فراموش کردم سوال از کنیم. یه عده معتقدن که باید پاسخ داد، یه عده نه. نسبت به پاسخ، ببینید اولا بی‌حیایی حتما پاسخ داره. اصلا اون فرمودید، اصلا فرض کنید هیچ اتفاقی نیفتاده، ما که عرض کردیم تقلیل نباید داد و منم طبیعتا چون نیروی مسلح نیستم اشراف دقیقی ندارم که دقیقاً چه آثاری داشته، ولی اصل بی‌حیایی نباید بدون پاسخ بمونه. یه کسی که به خودش اجازه جسارت میده، اگر سکوت کنی در برابر جسارت، او رو جری کردی برای تکرار جسارت، برای استمرار جسارت، اون خطای محاسباتی رو تقویت کردی. اصل بی‌حیایی، اصل این نقض حاکمیت باید پاسخ. از منظر حقوقی هم من عرض کردم، از منظر حقوقی هر حقوقدانی بدون شک این رو میپذیره که نقض حاکمیت داخلی حق بر پاسخ ایجاد میکنه، حق بر پاسخ متقابل ایجاد میکنه و حتما شورای امنیت یک بار دیگه در برابر این آزمون قرار میگیره و متاسفانه این سال هم مستمر نشون داده که شورای امنیت مردود شده خدایی است. چرا؟ چون ساختارش اصلا کلا ساختار مردودی است. ساختار اینا داره تمدن، عرض کردم، تمدن تارعنکبوتی غرب رو یکی یکی برای ماها عیان‌تر میکنه، برای جهان عیان‌تر میکنه. پس صرف نظر از میزان خسارت وارد شده، حتما اصل جسارت به حاکمیت ملی کشور مثل اینی که بگی آقا یک دزدی اومد تو خونه و رفت، چیزی نبرد، غلط کرد اومد تو خونه و رفت. میگم فرض کنید که اتفاق نیفتاده باشه، که این گونه نیست. ما حداقل حالا فرمودن 5 شهید، من نمیدونم اگر که از کسی از کسانی که صدمه دیدن شاید شهید شده، من 4 شهید شنیدم در اخبار. حالا هر تعداد از نیروهای عزیز مسلح ما 1 نفرم اگه شهید داده باشیم، چه هزینه این قیمتشو چی میخواد بذارید؟ واقعا یک نفر ما شهید داده باشیم چه قیمتی میخواد روی این بذارید؟ یک کسی این جسارت رو بکنه که بیاد در خاک ایران یکی از نیروهای مسلح، یه شهروند عادی ما رو به شهادت برسونه، این قیمت داره؟ که مثلا بگیم حالا اتفاقی نیفتاده یا افتاده، مثلا یه کودک خردسالی فرض کنید به شهادت بدین، قیمت داره که مثلا بخوایم سکوت کنیم؟ اصلا مردم از حاکمیت چه انتظاری دارن جز همین که اولین انتظار اینه که از امنیتشون دفاع بشه. حتما انتظار و مطالبه به حقی است که در بعد جهانی هم عرض کردم این پذیرفته میشه. اونایی که میگن خویشتنداری آبروی خودشونو میبرن، یعنی در برابر جهانیان هیچ پاسخی در برابر قضاوتشون ندارن. آقا تو خودت اگه به خودت یکی ضربه اینجوری بزنه خویشتنداری میکنی؟ از عبارت خویشتنداری استفاده میکنی اون موقع؟ یعنی باید از اونها همین رو پرسید، خودش کفایت میکنه برای پاسخ. متشکرم. یک بخشی رو تماشا بفرمایید و بخش پایانی گفتگو ویژه امشب. این تصویر 5 آبان همین دیروز گرفته شده.
از یک شهید مدافع امنیت مردم در شهرستان تفتان استان سیستان و بلوچستان. او به همراه 9 پلیس دیگر با تروریست‌ها درگیر می‌شود و به شهادت می‌رسد. سخنگوی پلیس گفته عامل کلیدی این حمله تروریستی در کمتر از 3 ساعت بازداشت شده. هدایت این ترورها را تروریستی به نام صلاح الدین فاروقی به عهده داشته، عضو سابق جندالشیطان. از عاملان شهادت و مجروح شدن بیش از 890 ایرانی، فاروقی پس از دستگیری و اعدام ریگی سرکرده گروهکی است موسوم به جیش الظلم و دارد به همان جنایت‌ها ادامه می‌دهد. او از ابتدای سال در 3 حمله تروریستی عمده در راسک، چابهار، خاش، نیکشهر و تفتان بیش از 33 نفر از مردم و مدافعان امنیت را به شهادت رسانده. یک از این نیروهای تروریستی که انتحاری هم بود منو دید، به سمتم شلیک که تیر خورد به سمت دستم. با عملیات نیروهای امنیتی اما تعدادی از تروریست‌ها به هلاکت رسیده و برخیشان هم دستگیر شدند. اما نکته قابل توجه هر 3 حمله تروریستی اخیر جیش الظلم اینجاست. همه حملات به فاصله چند روز و چند ساعت بعد از حملات رژیم صهیونیستی به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران صورت گرفت. حمله به راسک و چابهار دقیقاً 2 روز پس از حمله صهیونیست‌ها به سفارت ایران در دمشق، حمله به خاش 2 روز پس از ترور سید حسن نصرالله و حمله به تفتان چند ساعت پس از حمله صهیونیست‌ها به نقاطی در تهران، ایلام و خوزستان. این همزمانی حملات تروریستی صهیونیست‌ها و جیش الظلم اینجا در فضای مجازی واکنش برانگیز شده. همزمانی حمله اسرائیل و حادثه تروریستی گروه جیش الظلم به هیچ وجه اتفاقی نیست. رژیم صهیونیستی در آستانه دریافت سیلی سخت نظامی تلاش میکنه گروهک‌ها رو در ایران فعال کنه تا به زعم خودش تمرکز نهادهای نظامی و امنیتی رو از سرزمین‌های اشغالی دور کنه. کانال‌های صهیونیست گاهی این تروریست‌ها را نماینده مردم ایران جا می‌زنند و گاهی هم با هدف حمایت مالی از آنها درگاه رمز ارزیشان را بازنشر می‌کنند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما. بسیار خوب، در ادامه گفتگوی ویژه خبری امشب با آقای رامین مهمانپرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه صحبت می‌کنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. خیلی کوتاه راجع به همزمانی همین عملیاتایی که در گزارش هم بهش اشاره شد با خب ارتباط برقرار نیست با بسیار خوب برمیگردم با جناب آقای بهادری و نکته این که رهبری اشاره فرمودن که باید حالا قدرت و ابتکار ملت ایران رو به رژیم صهیونیستی فهماند. شما فکر می‌کنید ابزار فهماندن و تفهیم این چه خواهد بود؟ خب اصلی ترین مقابله ما با رژیم صهیونیستی و با تفکر غربی که پشت این رژیم صهیونیستی هست، این همانی دارن با هم. امروز دیگه این همانی رژیم غرب، نگاه غرب، تفکر غرب با رژیم صهیونیستی بر همگان روشن شده. یعنی شما نمیتونی، میبینید تصویب رسمی میکنه برای اینکه میلیاردها دلار حمایت مالی بکنه. بلند میشه در همون روزهای ابتدای جنگ خود رئیس جمهور با هواپیمایش بلند میشه میره و ادوات نظامی میبره و انواع و اقسام حمایت‌های مختلفی که از رژیم صهیونیستی صورت میگیره. اصلی ترین اقدام اینه که این بی‌آبرویی تمدن، من اسمش میذارم به ظاهر تمدن ساخته شده غربی برای جهانیان باید مسجل بشه. یعنی اگر یه زمانی فقط ملت ایران ندا میدادن که آقا حق وتو ناعادلانه است، شورای امنیت عرض بکنم موفق نبوده، غیر از اینکه ناعادلانه و ظالمانه است کارآمد نبوده، توانمندی نداشته، دیوان بین‌المللی دادگستری به وظایف تاریخیش در بسیاری از اوقات عمل نکرده، دیوان بین‌المللی کیفری به رسالت تاریخی خودش در بسیاری از اوقات عمل نکرده، نهادهای بین‌المللی توانمندی لازم رو نداشتن، یا کارآمدی نداشتن، یا اساساً برای هدف دیگری خلق شدن و به ریا، به دروغ، به تزویر ادعا شده که میخواد صلح برقرار کنه، میخواد عدالت برقرار کنه، میخواد نظم برقرار کنه. این باید برای جهانیان روشن بشه به زبانهای مختلف. یک نهضت روشنگری جهانی باید پیرو این پیوست به نوعی رسانه‌ای و پیوست افکار عمومی این جنگ ظالمانه، این وحشیگری ظالمانه، باید یک نهضت به نوعی جهانی روشنگری اتفاق بیفته. این اصلی ترین نکته است. جهان باید بیدار بشه. وقتی جهان بیدار بشه میبینیم برخی از این جنبش های نشون میده برخی از بیداری ها هم اثر گذاشته در طول سال گذشته. دولت ها رو به چالش میکشن، حکومت ها رو به چالش میکشن، سازمان ها و نهادهای بین‌المللی رو به چالش میکشن، دچار تغییر و تحول میکنن. من مطمئن هستم که
ما دیگه یحیی سنوارهامون محدوده فلسطین نخواهند بود. اگر 70 سال پیش 50 سال پیش اینگونه بود که یحیی سنوارها فقط در فلسطین و در این امصار غزه و اینها میدیدن تجاوز و ظلم رو و اینگونه ساخته میشدن، امروز یحیی سنوارهایی به وسعت جهان در حال تربیت هستند. این تربیت یحیی سنوارهایی به وسعت جهان باید سرعت پیدا بکنه، باید قوت پیدا بکنه. حتما البته همین امروز هم جوانان خودجوشی چه در ایران چه در سایر نقاط جهان در حال طراحی و عملیات حتی میدانی وسط میدان، چون میدونید جنگ‌های امروز ما فقط جنگ سخت نیست، ما امروز جنگ نرم داریم، امروز جنگ رسانه‌ای داریم، در کنارش حتی بخشی از شقوق مقابله رو داریم که فقط نظامی معنای متعارف نیست، حوزه‌های فناوری، حوزه‌های الکترونیک. من مطمئن هستم که امروز جوانان خودجوشی از اقصا نقاط جهان در حال طراحی، در حال پیاده سازی، چه بسا در میدان، حالا حداقل در حوزه جنگ نرم در میدان عملیات هستن که اینها حتما هم توسعه پیدا خواهد کرد. یعنی عرض کردم مقاومت خودش روشنگری میکنه، اون خون خودش یا این شهدا خودشون حیات بودنشون حیات میدن به جامعه بشری و حتما این نهضت‌ها و جنبش‌ها نه فقط در سطح ایران، طبیعتاً در ایران به خاطر این تجاوزی که صورت گرفته گسترده‌تر خواهد بود، در سطح جهان گسترده شکل خواهد گرفت ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر بهادری جهرومی از حضور جناب عالی در گفتگو ویژه خبری امشب. تشکر و ممنونم از شما که نگاه کردین. امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.